توی افسردگی کلا فراینده شناختی کند و مختل میشن. یکیش هم تمرکزه. خیلی از افراد فکر میکنن که چون عدم تمرکز دارن الان نگران میشن که نکنه ADHD یا نه. یکی از نکته‌هاش همینه که این در اثر خیلی مسائل دیگه هم ممکنه به وجود بیاد. مثلا یه سری از اختلالات توی رشته ما مثل اضطراب. فرض کن الان مثلا آژیر آتش سوزی اینجا به صدا در بیاد. تو میتونی به حرف من تمرکز کنی. یا مثلا فرض کن افسردگی. ما توی افسردگی کلا فراینده شناختی کند و مختل میشن. یکیش هم تمرکزه. یا مثلا توی افراد دو قطبی تو فاز مانیا که میگن مثلا از این شاخه به اون شاخه میپرن. خب فرد اصلا خلقش بالاست، سرش پر از فکر، پر از حرفه و میخواد حرف بزنه و هی مسلما توجه مناسبی نداره. یه نکته خیلی مهم اینجا اینه که این عدم تمرکز به خاطر یه مشکل دیگه روانپزشکی نباید باشه. یکی دیگه این که کتاب قبلی میگفت زیر 7 سال باید تشخیص داده بشه. بعد دیدم مادرها یادشون نمیاد کردن 12 سال. یه حداقل امروزی که من و شما داریم با هم صحبت می‌کنیم باید تو از زیر 12 سالگی علائم وجود داشته باشه. مثلا نمیتونه یه نفر بگه من تا 25 سالگی خوب بودم، یهو از 25 سالگی توجه هم به هم می‌ریخت. قطعا یه علت دیگه‌ای بعد ما بگیم پیدا بکنیم.